امشب آسمان آرامتر از همیشه است. ستاره ها مثل فانوس های کوچک در دل تاریکی می درخشند و انگار هر کدامشان قصه‌ای برای گفتن دارند. قصه‌ای از صبر، از ماندن، از روشن ماندن، حتی وقتی هیچ دستی برای گرفتنشان در کار نیست. میدانی تو هم مثل همان ستاره‌ای، شاید روزهایی رسیده که حس کرده این نوری در وجودت خاموش شده، اما هنوز در عمق وجودت شعله‌ای هست که کافی است کمی با آن باور داشته باشی تا دوباره بدرخشد. بگذار امشب خستگی‌هایت را به ماه بسپاری. او بلد است همه قصه ها را بگیرد و آرامش نورش را به تو یاد بدهد که فردا آغاز تازه است. هیچ چیز در این جهان بی دلیل نمی آید. حتی این شب‌های سخت، حتی این خستگی‌ها، همه آمده اند تا به تو یاد بدهند که چطور مثل درختی در طوفان بایستی و دوباره جوانه بزنی. پس بخواب با امیدی که فردا روزی روشن است و تو قهرمان کوچک قصه‌ای هستی که تازه آغاز شده.